ده تن از زنان در قریه نواباد و جرقدوق ولسوالی قشتپی جوزجان بر علیه مخالفین مسلح دولت و افراد وابسته به داعش سلا برداشتند. خانم مرزاخال باشنده یکی از قریه های اطراف دوردست ولسوالی در زاب که خود را قماندان خیزش های زنان معرفی می کند به رادیو آزادی گفت آنها بر علیه گروه طالبان و افراد وابسته به داعش سلا برداشته اعلام حمایت از نیروهای امنیتی و دفاع از منطقه خود کردند. من با ده تن از زنان قریه خود علیه داعش سلا گرفته و آماده به جنگ علیه داعش و طالب شدیم. آنها شوهر مرا کشتند و با 4 طفلم در میدان ماندم. این زنان به گفته خودشان کسانی اند که شوهر و پسرانشان در نبرد با گروه طالبان و داعش کشته شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید این دومین بار است که زنان در ولسوالی های قشتپه و در زاب مسلح شده بر علیه طالبان و گروه داعش اعلام موجودیت میکنند. اینا در کنار نیروهای امنیتی اسلحه برداشتن و کنون علیه دشمن میرسمه و ما به عنوان حکومت محلی نولا از این کار و از اقدام خانم استقبال میکنیم و از حس وطن دوستی از این استقبال میکنیم و این وعده را برشان میتیم که اینا تحت حمایت ما قرار خواهد داشتن. تعدادی از این زنان مسلح میگویند که این گپی تازه‌ای نیست که آنها بر علیه گروه طالبان و داعش مسلح شده سلاح بر دوش گرفته باشند. با گفته آنها در دوران تجاوز قشون شوروی سابق نیز سلاح بر دوش گرفته و در صفوف مجاهدین دوشادوش مردانشان بر علیه سربازان شوروی جنگیده اند.